سلام علیکم دوستای گرامی، انشاءالله که در صحت سلامتی باشین و دور از گزند روزگار قرار داشته باشین. اسم ما فردوس احمدی است و مدت 7 سال میشه در بازارهای مالی فعالیت میکنم. تقریبا در حدود 3 سال میشه که ما در هیچ وبسایت سرمایه گذاری نکردیم. دلیلشی بوده که اکثر وبسایت ها اسکم است، کلاهبردار است، مدتی میاین کار میکنه و بعد فرار میکنه. اما خوشبختانه 7 ماه قبل یکی از بهترین پلتفرم ها به نام زینوس برای من معرفی شد و من در این سهم گرفتم تا فعلا فعالیت میکنم. موضوعات و نکات مثبتی که مرا جلب کرد و بالاخره من در این سیستم فعالیت شروع کردم میخوایم که در این ویدیو برای شما به معرفی بکنم. امیدوارم تمام از این ویدیویی که ما برای شما به ثبت میرسانیم کامل ببینین و موضوعات درک بکنین. بعد از او شما هم میتونین که در این سیستم فعالیت انجام بدین. پس بسم الله شروع میکنیم و تمام جزئیات این کمپانی را تک تک برای شما روی بحث میگیریم. در سلاید نخست میخوایم که اعضای رهبری کمپانی زینوس را برای شما به معرفی بگیرم. مالک کمپانی یا رئیس کمپانی آقای مچن جانسون هست. معاون دوم آن به نام خانم هلینا جیمز و معاون اول آن به نام آقای حامد هست. آقای جورج بیلر وایس منیجر زینوس است و همچنان آقای هری دیولپر است، کسی که سایت را راه اندازی کرده و فعالیت تکنیکی وبسایت را به پیش میبره و این فرد هست. یعنی این افراد در رأس کمپانی هستند و کمپانی زینوس را رهبری میکنند و فعالیت تجارتی را انجام میدهند. یک موضوع خیلی مهمی که از طریق صفحه رسمی زینوس در تلگرام به نشر سپرده شد او اسلاید بود که به انرژی ما واقعا افزود و برای ما مشخص ساخت که کمپانی زینوس این فعالیت‌های غیر قانونی و غیر اصولی و حتی گفته میتونم که فعالیت‌های حرام را انجام نمیده. مثلا زینوس فعالیت‌های در بخش الکل، یعنی خرید فروش الکل انجام نمیده. همچنان خرید و فروش گوشت خوگه و همچنان فعالیت‌های فیلم‌های مبتذل غیر اخلاقی و کلونینگ یک نوع شبیه سازی است که انجام نمیدن. قمار اصلا گفتن که ما در این بخش فعالیت نمی کنیم. خرید و فروش اسلحه، تنباکو و همچنان چرس و فعالیت های سوددهی و شرکت هایی که مثلا پول کم میگیرن و سودی بیشتر پرداخت میکنه. یعنی این فعالیت ها را کمپانی زینوس انجام نمیده و برخلاف از اینو عمل میکنه. یعنی یک موضوع خیلی خوبه به ما میرسانه که اگر ما در این کمپانی فعالیت بکنیم انشالله که با دور از این فعالیت های که بعضی کمپانی های دیگر انجام میده هستیم و میتونیم که با بسیار فکر بالا و دل بالا ما دی کمپانی فعالیت انجام بدیم. خب آیا شرکت زینوس به شکل رسمی در کشور انگلستان به ثبت رسیده است یا خیر؟ بله، شرکت زینوس در وبسایت رسمی دولت انگلستان به ثبت رسیده است که شما هم میتونین وبسایت رسمی دولت انگلستان باز بکنین و زینوس لیمیتد سرچ بکنین یا شماره را. حتما تمام جزئیات از این کمپانی ظاهر میشه و این هم امو سرتیفیکیتی است که از سوی دولت انگلستان به کمپانی زینوس داده شده است. من کمی زوم میکنم. یه هم جزئیاتی است که شما خودتان میتونین بخوانین و این سرتیفیکیت از طریق وبسایت، البته از طریق
دولت داده میشه به او کمپانیایی که در سطح جهان فعالیت میکنه. حالا عملا میخوایم براتان نشان بدم و وبسایت براتان باز بکنم. این هم البته وبسایت رسمی دولت انگلستان هست و زینوس لیمیتید را سرچ کرده ما این جزئیاتش کاملا برای ما کشید. یعنی این وبسایت در دولت انگلستان به ثبت رسیده است. خب از راندازی وبسایت زینوس چقدر وقت میگذره؟ البته زینوس وبسایتش زمانی که راندازی شد در تاریخ 2023 نوی 6 بوده. یعنی تا فعلا که من ویدیو را به ثبت میرسانم 10 ماه میگذرد. یعنی 2 قرارداد را موافقانه پشت سر گذاشته است و تمام جزئیات هری کسی که دیولپر است در اینجا به ثبت رسیده است. یعنی کسی که ادمین هست و کسی که امو بخش تکنیکیش به پیش میبره تمام جزئیاتش اینجا به ثبت رسیده است که من عملا برای شما نشان هم میتم که چی زمان به ثبت رسیده و کی را به ثبت رسانده است. در این وبسایت شما میتونین دومین های هر وبسایتی که فعالیت انجام میده مشخص بسازین که در کدام وقتی راجستر شده. بعضی ها میگن که مثلا فلانی شرکت یا فلانی کمپانی 1 سال میشه فعالیت میکنه. زمانی که شما دومینش اینجا سرچ بکنین اینجا برای شما واضح میسازه که در کدام ماه راجستر شده. بعضی ها مثلا بعضی شرکت هایی که فرار کرد میگفتن که 2 سال میشه فعالیت میکنه. اما زمانی که من اینجا جستجو کردم از او شرکت یا از او وبسایت 9 ماه نمیشد یا 8 ماه نمیشد که مثلا به فعالیت آغاز کرده بود. بنابراین شما هم میتونین عملا huyas.com هم باز بکنین و اینجا خودتان مشخصا ببینین. یعنی در 2023 تقریبا 10 ماه میشه که کمپانی فعالیت میکنه و تمام جزئیاتی که در رابطه کسی که کمپانی را البته وبسایتش به پیش میبره جزئیاتش اینجا به ثبت رسیده است. نکته مهمی است که اکثر وبسایت های کلاهبردار این جزئیات پنهان میکنه و اصلا به کسی نمایش نمیده. یعنی این یک از خوبی کمپانی است و یک کمپانی است که مثلا پنهان کاری چیزی نداره و از کسی حراس هم نداره و به شکل جهانی فعالیت خود به پیش میبره. یعنی شما این وبسایت باز بکنین و وبسایت های مورد نظر خود جستجو بکنین ببینین که از این جزئیات خودداری کردن و ایره پنهان ساختن. در رابطه بر ریسک دیسکلیمر یا سلب مسئولیت ریسک کمپانی زینوس برای شما بگم که کمپانی زینوس در تمام کشورهای جهان فعالیت میکنه و مغایرت با قوانین داخلی هیچ کشور ندارد. از سر تا سر جهان شما میتونین در این کمپانی فعالیت بکنین و کسب درآمد بکنین. بعضی پلتفرم ها یا بعض شرکت ها هست که بر بعضی کشورها تحریم وضع میکنه و امو سیاست های داخلی بعضی ابرقدرت ها را به پیش میبره. بنابراین نظر به او شرکت های کمپانی هیچ نوع تحریم بر هیچ کشور وضع نکرده. شما میتونین از سر تا سر دنیا در هر کشور جهان که هستین در این کمپانی فعالیت بکنین. در رابطه با روش کاری زینوس باید بگیم که اینجا مشخصا واضح گفته که کمپانی زینوس در بازارهای مالی مانند بازارهای کریپتوکرنسی و فارکس فعالیت نمی کنه، چرا که بازارها پر ریسک هستند و احتمال از دست دادن سرمایه 99% هست. بنابراین این کمپانی میگه که مدت 30 سال میشه که ما در بخش بازارهای سنتی فعالیت میکنیم، البته با نامهای مختلف.
یعنی اینجا یک موضوع واضح میشه که راه اندازی وبسایت 10 ماه میشه، اما فعالیت‌های تجارتی و سنتی کمپانی در حدود 30 سال میشه که اینا انجام میده. یعنی جدیداً اینا روی پلتفرم آمدن و وبسایت خود را راه اندازی کردن. خب زینوس اینجا واضح ساخته که ما در این بخشا فعالیت میکنیم و فعالیت‌های ما در برگیرنده ای تجارت ها هست. مثلا در بخش خرید و فروش املاک، ساختمان میخره و به فروش میرسانه، بلاک میخره و به کرایه میده و همچنان در بخش ترانسپورت کار میکنه، اموال از یک کشور به دیگر کشور، از یک ولایت به دیگر ولایت انتقال میده. در بخش دوا میدیسن اینا فعالیت میکنه و تجارتی دوا را انجام میده و همچنان در بخش خرید فروش کالاها، امو پیران و پرلون و اینی مسائل و اشیای الکترونیکی و همچنان بخش ششم از اینا ماینینگ پروژکت هست، معادن است که روی معادن اینا سرمایه گذاری میکنه و مفاد میان خود و میان سرمایه گذاری خود به تقسیم میرسانه. یعنی اینجا واضح ساخته میشه و از کمپانی ها فعالیت های خود مشخص نمیسازه. در سلایدهای اول اینا واضح ساختن که فعالیت های غیر قانونی را انجام نمیتیم و بعد اینجا واضح ساختن که ما این فعالیت های قانونی را انجام میتیم و در بازار عمل میکنیم، در حالی که اکثر وبسایت ها، اکثر شرکات ها فعالیت هایشان نامشخص است و در او شرکات ها کار از نگاه شریعت هم جواز نداره. البته این موضوعات شما میتونید که داخل وبسایت هم بخوانید. بعضی نکات مهمی که اینا در وبسایت خود واضح ساختن است که اینا میگن که ما اگر فایده کردیم در بازار برای شما مفاد میتیم، البته مفاد بیشتر هم میتیم. اگر ما در تجارت ها مثلا نقص و زیان کردیم، در اون صورت برای شما مفاد نمیتیم. یعنی این یک شکلی است که شما به یک کسی پول من حیث مضاربه میتین. اگر مفاد کرد، همراه شما مفاد خود تقسیم میکنه. اگر ضرر کرد، طبیعی است که شما هم متقبل میشین. بنابراین اینجا هم اینا به نکات واضح و روشن در وبسایت خود نوشتن که در صورت مفاد برای شما مفاد میتیم، اگر تاوان کردیم بر شما تاوان هم میتیم. اما ما کوشش میکنیم که در جاهای امن، در جاهای معتبر، در جاهای قانونی سرمایه گذاری بکنیم تا مفاد شما را دامدار پرداخت بکنیم. این هم یکی از نشانه های شرکت های اعتمادی و شرکت های به حساب ما و شما مسلمان ها حلال به نظر می رسد. خب کمپانی زینوس معمولا موضوعات مهم خود را از طریق صفحه رسمی تلگرام خود به نشر می سپاره. مدت قبل یک پیام را گذاشته بود، می خواهم که نکات مهم و ارزنده از او را برای شما به خوانش بگیرم. زینوس در اینجا واضح ساخته که برای 3 سال، یعنی تا 3 سال آینده به شکل نیتورک مارکتینگ ما فعالیت میکنیم. بعد از 3 سال ما عملا مانند آمازون فعالیت خواهد کردیم. یعنی تمام یوزرهای ما میتونن که خودشان عملا خرید و فروش انجام بده و کسب درآمد بکنه. و موضوع بعدی که تا فعلا وبسایت کمپانی تکمیل نشده، یعنی فعالیت‌های تکنیکی وبسایت هنوز باقی مانده. یعنی میگن که ما در حدود 60% تا فعلا بالا وبسایت کار کردیم و 40% از این فعالیت‌های تکنیکیش باقی مانده و تا 1 سال آینده انشالله که تمام مشکلات تکنیکی وبسایت طرف خواهد شد. دوستای عزیز، طوری که شما میبینین هر یکتان که اکانتان باز میکنین، اینجا 2 بخش هست در منیو که تا فعلا فعال نیست و کمپانی میگه که بعد از 3 سال اینو فعال میشه و شما میتونین عمل در اینجا خرید و فروش انجام بدین مانند آمازون. البته نسبت با آمازون آسانتر هم خواهد بود و میتونین که آسانتر کسب درآمد بکنین.
خویو هم اهداف دراز مدت کمپانی هست که تا سال 2030 کدام فعالیت ها را انجام خواهد داد. در سال 2025 اینا میگن که از اکثر کشوران با نماینده خواهد داشتیم. در سال 2026 ما صرافی را فعال میکنیم. در سال 2027 کردیت کارت فعال میکنیم و در سال 2028 تا 2 میلیون یوزر خواهد داشتیم و همچنان تا 2030 در اکثر کشورها نمایندگی های ما فعال خواهد بود. بعد از اینکه این اهداف تکمیل بگردد، اهداف بعدی سال بعدی مشخص میشه. البته یک دهه بعدی مشخص خواهد شد. یک از مزایای مهم کمپانی است که اگر شما در این کمپانی مثلا فعالیت میکنین یا سرمایه گذاری میکنین، این کمپانی هیچگاه پول شما را بلاک نمیکنه و هر زمان شما خواسته باشین دوباره پولتان به دست میآورین. اما کامل پول به دست نمیآورین. 70% از پول شما میتونین برداشت بکنین. مثلا شما امروز $1,000 سرمایه گذاری کردین، به فردایش پشیمان شدین. شما میتونین که به کمپانی درخواست بتین دوباره $700 شما را برای شما پرداخت میکنه. چرا 30% بعدی و متباکر پرداخت نمیکنه؟ کمپانی میگه که زمانی شما سرمایه گذاری میکنین به 12 لیول بالا که رازیستر است و اونا ما درآمد پرداخت میکنیم و همچنان در بونوس هایشان مثلا ما ای پول حساب میکنیم زمانی که شما سرمایه گذاری میکنین و چندین نوع درآمد با افرادی که شما راجستر نموده و چندین نوع درآمدی که توسط سرمایه گذاری شما انجام شده ما پرداخت میکنیم. بنابراین یعنی زمانی که شما پول قبل از وقت خارج میسازین با ما نسبت به خودتان زیاد زیان وارد میکنین. با همون منوال میگن که ما 30% دور میتیم، ورنه 30% هم ما دور نمیدادیم. یعنی هیچ شرکتی نیست که شما زمانی که سرمایه گذاری کنین دوباره پولتان رو پرداخت بکنه. یعنی یک از مزایای بسیار عالی کمپانی زینوس هست. زمانی که شما سرمایه گذاری کردین وقتی نخواستین در یک کمپانی پیش بروین 70% پول شما رو دفعتاً پرداخت میکنه و شما میتونین که از او پول در جای دیگه استفاده بکنین و هر زمانی که شما خواسته باشین به کمپانی پیام بتین امو 70% پس دوباره ارسال بکنین، امو پکیج $1,000 شما دوباره فعال میگردد. خب در رابطه با مشروعیت کمپانی زینوس باید بگویم که ما در مورد کمپانی زینوس تحقیقات خود را انجام دادیم و همین معلوماتی که به دست آورده بودیم با یکی از علما در میان گذاشتیم که شما تمام جزئیات از این فتوا را شما میتونین بخوانین. اما به شکل کوتاه میگویم که اونا گفتن طوری که شما میگین که در کارهای شرعی فعالیت میکنه، کارهای غیر قانونی و غیر اصولی و حرام انجام نمیده و در مفاد و ضرر با شما شریک هست، بدون شکی مضاربه است و فعالیت در این کمپانی جواز دارد. و به خاطر از اینکه تمام جزئیات از این فتوا را به دست بیاورین، امرای ما صدایشان هم موجود هست و همچنین به شکل متنی هم هست که شما میتونید این سلاید کامل بخوانین. و این هم سکرین شات ختم قرارداد من با زینوس هست که ما در حدود $5,000 سرمایه گذاری کردیم. $5,000 و $4,857 از تیم سازی به دست آوردیم. $900 لیول بونس به دست آوردیم. $8 هم گیفت بونس است. در مجموع ما $10,000 برداشت کردیم و زمانی که اگر ما بخوایم اصل سرمایه گذاری خودم برداشت بکنم میبینیم که پس از قرارداد $5,825 اویلیبل شده و این قابل برداشت هست. یعنی $5,000 که من سرمایه گذاری کرده بودم $4,429 تا 120 روز برای ما درآمد پرداخت کرده.
یعنی مجموعاً با $5,000 تا 120 روز ما تقریبا در حدود 15,400 چقدر دلار عاید کردیم. ما عملا اکانت خود باز میکنم برای شما نشان میتم. دوستای عزیز، این اکانت زینوسیم است و ما اینجا میبینیم که $5,000 سرمایه گذاری کردیم، $4,857 از تیم سازی به دست آوردیم و همچنین $900 لیول بونس گرفتیم، $8 هم گیفت گرفتیم و $9,737 هم ویدراول انجام دادیم. فعلا این اصل پکیج ما بعد از 120 روز اینجا آمده و فعلا قابل اویلیبل هست. و اینجا شما میبینید که ما در حدود $5,012 اینوستمنت کردیم. چرا $12؟ بخاطر که ما $10 تقریبا $12 ما ری اینوست کردیم، یعنی سرمایه گذاری مجدد انجام دادیم. مفاد از $5,000 $4,429 بوده و $442 هم البته تقسیم کردیم این مفاد داخل یه هم مربوط کمپانی میشه و در حدود 89% برای ما مفاد پرداخت کرده، یعنی بعد از 120 روز. و این هم او فعالیت است که کمپانی انجام میده. خب میبینیم اینجا هم میبینیم که چقدر ما ویدراول انجام دادیم. بخش ویدراول هیستوری. خب این هم امو ارقامی است که ما از اکاونت زینیس خود برداشت زدیم. $2,000 $3,000 $2,040 $20 $300 و $1,000 مجموع نمو مقدار $9,000 میشه. خب دوستای عزیز، ما این مقدار پول عمدت برداشت میکنم در یک ویدیو جداگانه و در اختیار شما قرار میتم که شما هم ببینید چگونه برداشت صورت میگیره. اصل سرمایه را چگونه میتونین که از کمپانی خارج بسازین، طوری که قبلا ما ویدراول انجام دادیم همان قسم انجام میشین، تفاوتی نداره. میرین بخش ویدراول و می $5,000 شما میتونین که اگر سرمایه گذاری کرده باشین میتونین که ویدراول انجام بده و او را در یک ویدیوی جداگانه ثبت میکنم و در اختیار شما میگذارم. همچنان قرار است که بعد از اینکه ما این پول برداشت کردم انشاءالله که ما خواهان ازی هستم که $10,000 ای بار در این کمپانی سرمایه گذاری بکنم. پس این ویدیو را که از هر جا به دست آوردین مرجع را پیدا بکنین، انشاءالله با ما در تماس شوین. ما تمام ویدیوها را در اختیار شما قرار میتم که چگونه ما سرمایه گذاری بیشتر انجام میتیم، چگونه مثلا ویدراول انجام میتیم و چگونه دیگرها تیم سازی انجام میتن و ما چگونه فعالیت خود را انجام میتیم. خب این هم تعداد از اسکرین شات ها هست که بس افراد سرمایه گذاری انگفتی انجام دادن، مثلا $15,000 $25,000 و همچنان $20,000. البته این افراد بعضی هایشان در تیم ما هستن، بعضی هایشان در خارج کشور هستن و در اینجا سرمایه گذاری انجام دادن. خب دوستای عزیز، این معلوماتی که برای شما ارائه کردم این معلومات ابتدایی در مورد کمپانی بوده، یعنی تاریخ کمپانی، نحو فعالیتایش و اهدافش و معرفی کمپانی بوده. در ویدیوی دومی که جزء از این ویدیوها شمرده میشه میرایم روی انواع درآمد که چند نوع درآمد پرداخت میکند، چگونه مثلا شما میتونید در این کمپانی فعالیت انجام بدین و نحو فعالیت از این کمپانی چگونه هست و همچنان چگونه مثلا ما پکیجایش انتخاب میکنیم، برای ما مدت قراردادش چقدر وقت هست. این تمام موضوعات در ویدیوی دومی تشریح میکنم. بنابراین حتما ویدیوی دومی را ببینین و تمام موضوعات آنجا در مورد انواع درآمد کمپانی که بیشتر از 12 نوع درآمد پرداخت میکنه در اون ویدیو تشریح خواهد شد. تا این دمه که با ما بدین خیلی سپاس، ممنون. انشالله که اگر در این کمپانی کار بکنین انشالله که جای غلط را انتخاب نخواهد کردین و یک کمپانی دائمی و دوامدار هست.
انشالله تعالی.